چطور ارتشی که جنگ را باخته هنوز میتواند چنین ضربه‌ای بزند؟ سلام رفقا. ویدیو رو شروع می‌کنیم با گرامی داشته یاد عزیزانی که همه ما در ماتم نبودنشان شریک هستیم. در آخرین ماه‌های جنگ جهانی دوم، وقتی همه فکر می‌کردند ورماخت دیگر توان جنگیدن ندارد، ورماخت ناگهان یکی از آخرین ضد حمله‌های زرهی موفقش را اجرا کرد. نبردی که در آن تانک‌های پانتر و تایگر دوباره مثل سالهای اول جنگ می‌غریدند و ارتش سرخ با وجود برتری عددی غافلگیر شد. این داستان نبرد لابنه 1945 است. جایی که آلمان نشان داد هنوز هم می‌تواند بجنگد. منطقه صنعتی سیلسی به علت دارا بودن معادن زغال سنگ، مس، روی، سرب، نقره و کادیوم برای بقای صنعت نظامی آلمان بسیار حیاتی بود. دفاع از این منطقه بر عهده نیروهای باقی مانده از ارتش مرکزی به فرماندهی ژنرال شرونر واگذار شده بود. تا 16 فوریه برسلاو محاصره شده بود. پس از محاصره کامل شهر برسلاو، تمام نیروهای ارتش سوم تانک شوروی به فرماندهی مارشال ریبالکو با دستور کوهنیف فرمانده جبهه اول اوکراین برای تصرف لاوبان سرازیر شدند. در روز شروع حمله، ارتش سرخ دارای 3648 تانک و زرهکوب و 1,000,000 سرباز در این جبهه بود. حمله توسط سپاه هفتم تانک از ارتش سوم تانک در غروب 17 فوریه شروع شد. استعداد زرهی ورماخت ظاهراً 162 تانک پانزر 4، 129 تانک پانتر و 110 دستگاه زرهکوب بوده. البته استعداد واقعی و عملیاتی در حدود 30 تا 40% این تعداد بود. بقیه تانک‌ها و زرهکوب‌ها یا نیاز به تعمیرات داشتند یا سوخت نداشتند. فیلد مارشال شورنر با وجود کمبود سوخت و تجهیزات تصمیم به انجام ضد حمله گرفت. آلمانی‌ها اجازه دادند ارتش سرخ به عمق شهر لاوبان نفوذ کند. در حالی که تانک‌های شوروی در کوچه‌های تنگ شهر درگیر بودند، دستور اجرای ضد حمله صادر شد. از شمال لشکر 8 و 17 زرهی و از جنوب لشکر مکانیزه پیشوا با سرعتی برق‌آسا حرکت کردند. هدف آنها نه خود شهر، بلکه عقبه ارتش شوروی بود. در روستای ناامبورگ به هم رسیدند. ناگهان ارتش سوم تانک که تصور می‌کرد در حال فاتح شدن است، خود را در محاصره یافت. روس‌ها انتظار این ضد حمله را نداشتند. نیروهای زرهی آلمان در مناطق باز با مقاومت کمی از سوی ارتش سرخ مواجه شدند. اما در جنگل‌های واقع در شمال شهر بلافاصله درگیری‌های شدیدی به وجود آمد. سرلشکر مدر، فرمانده لشکر مکانیزه پیشوا، باید تصمیم می‌گرفت که چه اقدامی انجام دهد. طبق برنامه پیشروی کند و با حجم انبوهی از نیروهای زرهی و توپ‌های ضد تانک ارتش سرخ مواجه شود و یا به سمت شرق تغییر مسیر داده و به سایر نیروهای آلمانی دست بدهد و حلقه محاصره کوچکتری را تکمیل کند. با این کار خسارت کمتری متحمل می‌شد، اما نیروهای کمتری از ارتش سرخ هم به دام می‌افتادند. این نمونه‌ای از روش جنگ آلمان که در صورت تغییر وضعیت افسران حاضر در میدان جنگ باید تصمیم نهایی را می‌گرفتند. او تصمیم گرفت به طرف شرق تغییر مسیر دهد. نبرد در داخل شهر به یک جهنم واقعی تبدیل شد. تانک‌های گول پیکر استالین در خیابان‌های باریک لاوبان عملاً فلج شده بودند. اینجا بود که پیاده نظام آلمان با استفاده از راکت اندازهای پانزرفاست تانک‌ها را یکی پس از دیگری به آتش کشیدند. در دشت‌های اطراف نیز پانترهای آلمانی با استفاده از برد بلند توپ‌هایشان هر تانکی که قصد شکستن حلقه محاصره را داشت شکار می‌کردند. در پایان این درگیری چند روزه، شوروی بیش از 260 تانک و هزاران سرباز خود را از دست داد و مجبور به عقب نشینی از شهر شد.
تانک‌های لشکرهای هشتم پانزر و لشکر مکانیزه پیشوا موفق شدند شهر لوبان را باز پس گرفته و در ادامه با وجود مقاومت شدید ارتش سرخ در جنگل‌های کسلسدورف سرانجام این منطقه را هم تصرف کنند. ضد حملات آلمان زمانی متوقف شد که ارتش 52 تانک شوروی به کمک ارتش سوم آمد و این نیروها را از انهدام کامل نجات داد. در تاریخ 9 مارس، گوبلز وزیر تبلیغات آلمان شخصاً از منطقه دیدن کرد. وی در دفتر خاطرات خود نوشت: یک سپاه تانک شوروی تقریباً به طور کامل منهدم شده، بدون آنکه خسارت زیادی به ما وارد شود. دلیل اصلی پیروزی ارتش آلمان در این نبرد را میتوان انعطاف پذیری، تصمیم گیری سریع و تحرک نیروها دانست. شهر لوبن و خط آهنش تا پایان جنگ در کنترل آلمان باقی ماند. نبرد لوبن سرنوشت جنگ را تغییر نداد. اما برای ورماخت در روزهایی که همه چیز فرو می‌ریخت، این نبرد مثل آخرین شعله یک آتش رو به خاموشی بود. اگر از این روایت تاریخی لذت بردید، برای حمایت از تولید این نوع محتوا، لایک و کامنت فراموش نشه. و اگر دوست دارید نبردهای زرهی بیشتری رو بررسی کنیم، اسم نبرد مورد نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید.